رفقا سلام، خیلی خوش اومدین به چنل خودتون. امروز میخوام باهاتون راجع به یه موضوع خیلی مهم و کاربردی صحبت بکنم. یه موضوعی که خیلی دست کم میگیرنش، ولی اگر اصولی و حرفه‌ای انجامش بدین میتونه عملکرد شما رو چند برابر بکنه و جلوی آسیب هاتون رو بگیره و عمر مفید ورزشی شما رو ببره بالاتر. حالا موضوع چیه؟ گرم کردن و سرد کردن. پس تا آخر ویدیو با من باش، چون قراره آخر ویدیو بهت بهترین برنامه گرم کردن و سرد کردن رو بدم. برنامه‌ای که خودم همیشه نتیجه گرفتم و برای خودم استفاده کردم و به کلاینت‌ها میدم و همشون کلی نتیجه مثبت گرفتن. این برنامه مخصوص ورزشکارای آماتور و حرفه‌ای توی همه سطح‌هاست و فرقی نمی‌کنه رشته ورزشی شما چیه و برای همه ورزشکارا قابل استفاده است. یه لطفی کن از من حمایت کن، دکمه سابسکرایب رو بزن و آخر ویدیو هر سوالی داری داخل کامنت‌ها ازم بپرس که همه‌شو دونه دونه جواب میدم. خب چرا انقدر گرم کردن مهمه؟ بیاد یکم ساده و علمی با هم صحبت کنیم. ما وقتی گرم میکنیم دمای مرکزی بدن ما میره بالاتر و خب این یعنی یه سری واکنش‌های بیوشیمیایی توی سلول‌های بدن ما سریعتر انجام میشن و خب این چرا مهمه؟ چون عضلات و مفاصل ما وقتی گرم باشن آمادگی و اون عملکرد بهتری از خودشون به نمایش میذارن و احتمال آسیبمون میاد پایین‌تر و به اوج عملکرد خودمون میتونیم نزدیک‌تر شیم و اون هدفی که میخوایم بهش برسیم رو توی کوتاه‌ترین بازه زمانی میتونیم بهش برسیم و کلی باهاش حال بکنیم. یه نکته دیگه این که خونرسانی به عضلات افزایش پیدا میکنه وقتی ما گرم میکنیم بدنمون رو و اکسیژن و مواد مغذی بهتری بهشون میرسه و سیستم عصبی یا همون ارتباط مغز با عضله بهتر فعال میشه که باعث میشه هماهنگی عصب و عضله و هماهنگی حرکتی ما بره بالاتر. پس خیلی مهمه که قبل از هر تمرین بدنمون رو به شکل درست و اصولی و حرفه‌ای گرم کنیم تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. خب بریم ببینیم انواع گرم کردن چیه. ما دو مدل گرم کردن داریم، گرم کردن عمومی و گرم کردن اختصاصی. گرم کردن عمومی چیه؟ یه سری فعالیت‌های ساده مثل دویدن، مثل آروم تناب زدن، مثل دوچرخه سواری سبک که کل بدن ما رو گرم میکنه و هدفش افزایش ضربان قلب ما هستش. گرم کردن اختصاصی که نوع دوم هستش، حرکاتی که ما داخل تمرینمون داریم رو میایم شبیه سازی میکنیم یا عین اون رو انجام میدیم تا عضلات هدف و مفاصل و تاندون‌های ما گرم بشن تا بتونیم بهترین تمرین رو داشته باشیم. خیلی مهمه که گرم کردن از عمومی شروع بشه و به اختصاصی خاتمه پیدا کنه. چرا؟ چون باید بدن ما اول یک آمادگی کلی داشته باشه از گرم کردن و بعد بریم سراغ جزئیات که جزئیات ما اون تمریناتی هستش که داخل برنامه‌مون داریم و میایم اونا رو با یه ریتم آهسته و تعداد بالا با وزنه خیلی سبک اجرا میکنیم. یکی از معجزات گرم کردن کشش پویاست. یه اشتباه رایجی که خیلی‌ها میکنن قبل از تمرین اینه که فقط کشش ایستا انجام میدن. کشش ایستا یعنی اینکه یه حرکت کششی رو به اصطلاح چند ثانیه نگه میدارن و بعد ول میکنن و بعد میرن سراغ تمرینشون. بارها من خودم داخل باشگاه دیدم بچه‌ها وقتی میخوان پا بزنن توی حالت ایستاده فقط 5 ثانیه 10 ثانیه عضلات چهار سر یا حالا همسترینگشون رو گرم میکنن و بلافاصله میرن روی دستگاه شروع میکنن که این اصلا کار درستی نیست. تحقیقات جدید نشون دادن که بهترین کار قبل از تمرین کشش پویاست، نه کشش ایستا. حالا ببینیم کشش پویا چیه. کشش پویا یعنی حرکات کششی که توش عضلات فعالن و در حال حرکت هستن، یعنی عضلات ثابت نیستن و فقط قرار نیست ما اونا رو توی پوزیشن کشش قرار بدیم، قراره که هم توشون کشش انجام بدیم و هم در حال حرکت باشن که اسمش میشه کشش پویا. کشش پویا حالا مثلا میتونه مثل حرکات دادن پا یا بازو باشه که من وقتی دارم بازوم رو به جلو و عقب میبرم توی این پوزیشن هم دارم عضله رو گرم میکنم و هم تحت تنش و کشش هستش که این بهترین مدل کشش برای قبل از تمرین هستش که میتونه عضلات ما رو بیدار بکنه، دامنه حرکتی ما رو ببره بالا بدون اینکه عضله سرد بشه یا سرد بمونه و افزایش عملکرد ما رو داشته باشه با بیشترین افزایش سیف بودن و اینکه ما قرار نیست داخل اون تمرین آسیب ببینیم. خب بریم با انواع انقباض‌های عضلانی و اهمیتش توی گرم کردن آشنا بشیم. یه نکته بهتون میگم که خیلی قراره بهتون کمک بکنه داخل گرم کردن. ما 3 نوع انقباض داریم برای عضلاتمون: انقباض کانسنتریک، انقباض اکسنتریک و در نهایت انقباض ایزومتریک. انقباض کانسنتریک چیه؟ وقتی عضله ما کوتاه میشه، به عنوان مثال وقتی وزنه رو بالا میبریم، این مدل میشه انقباض کانسنتریک که داخل عضله بازو اتفاق میفته. به عنوان مثال انقباض اکسنتریک چیه؟ وقتی عضله کشیده میشه، مثل دامنه منفی اون حرکت، وقتی وزنه رو من پایین میارم با دستم
این عضله الان در حال انقباض اکسنتریک هستش. و انقباض ایزومتریک وقتی عضله ثابت و تحت یک فشار ثابت میمونه میشه انقباض ایزومتریک که من وزنه رو میتونم ثابت پایین نگه دارم، یا حالا مثلا یه سری حرکات مثل پلانک که بدن ثابت و تحت فشار ثابته. یه گرم کردن درست و اصولی و حرفه‌ای باید این سه مدل انقباض رو برای عضلات در نظر بگیره و داشته باشه و باید سه حرکات ترکیبی از اینا باشه تا عضلات و ماهیچه‌های ما آماده یه تمرین خوب بشن. خب بریم سراغ ضرورت سرد کردن. اینکه سرد کردن چی و باید چی کار بکنیم. سرد کردن نمیشه گفت مهمتر از گرم کردنه، اما به همون اندازه مهمه و خیلی‌ها براش وقت نمیذارن. بعد از تمرین بدن ما باید آروم آروم به حالت استراحت برگرده، نه اینکه یهو متوقف بشه و لباس بپوشیم و از باشگاه بریم بیرون. سرد کردن باعث میشه اسید لاکتیک بدن ما که عامل خستگی و کوفتگی عضلات ما هستش سریعتر دفع بشه و اون گرفتگی و اون دردهای عضلانی ما کاهش پیدا کنه. ضربان قلب و فشار خون ما هم بایستی آروم به حالت طبیعی برگرده و ریسک آسیب و ریسک سرگیجه یا افت فشار یا افت قند خون ما رو خیلی میتونه کمتر بکنه. خب همونجور که اول ویدیو بهتون گفتم یه مدل کشش هست به نام کشش ایستا که برای گرم کردن استفاده میکنن و یه سری ورزشکارا میان حالا عضلاشون رو تحت یه پوزیشن ثابت کشش میدن و بعد میرن تمرینشون رو شروع میکنن. این اصلا خوب نیست، اما اینو باید بیاریم آخر تمرین. حالا بریم ببینیم کشش ایستا چیه و بهترین زمانش کی هستش. بعد از تمرین، بلافاصله بعد از تمرین 5 دقیقه بعد از تمرین بهترین زمان برای کشش ایستا. چرا؟ چون حرکات کششی رو باید بین 20 تا 30 ثانیه نگه داریم و این کار باعث افزایش انعطاف پذیری عضلات ما و کاهش تنش میشه و میتونه پمپاژ رو توی عضلات ما ببره بالا و ریسک آسیب رو بیاره پایینتر و ریکاوری ما سریعتر انجام بشه و دردهای عضلانی سمت ما نیان. البته باید حواستون باشه کشش ایستا رو قبل از تمرین انجام ندین، چرا که انجام کشش ایستا قبل از تمرین باعث کاهش قدرت عضلات ما میشه و بهتره که بعد از تمرین فقط انجام بشه. خب بریم سراغ مهمترین بخش این ویدیو، برنامه کامل و دقیق برای گرم کردن و سرد کردن برای همه ورزش‌ها. یه برنامه گرم کردن میتونه حدود 10 دقیقه باشه. حالا اگر فعالیتتون خیلی شدیدتر هستش میتونه تا 15 دقیقه هم افزایش پیدا بکنه، اما نرمال با 10 دقیقه ما میتونیم کل بدنمون رو اصولی و حرفه‌ای گرم بکنیم. توی مرحله اول ما میتونیم 5 دقیقه فعالیت هوازی سبک داشته باشیم مثل دویدن آروم، طناب زدن دوچرخه ثابت و بعدش میتونیم بریم سراغ حرکات کشش پویا که بهتون گفتم قرار نیست ما فقط عضلاتمون رو کشش بدیم، قراره که داخل اون کشش همزمان عضلاتمون پویا و فعال و در حال حرکت باشن که مثالشون هم براتون زدم اول ویدیو. برای مثال اگر بخوایم پا بزنیم میتونیم با حرکات زانو بلند عضلات چهار سرمون رو همزمان هم گرم بکنیم و همزمان تحت کشش قرار بدیم که بهترین حرکات هستش. یا حالا برای بازو چرخش بازو، بالا آوردن آرنج، اینا بهترین حرکات برای گرم کردن هستن. بریم سراغ سرد کردن. سرد کردن اصولی چیه؟ همون جوری که برای گرم کردن میایم هوازی میزنیم، برای سرد کردن باید بیایم برعکسش عمل بکنیم. یعنی چی؟ یعنی حداقل بیایم 5 دقیقه پیاده روی آروم و ثابت داشته باشیم تا ضربان قلبمون بیاد پایینتر و بعدش بریم سراغ کشش ایستا، یعنی کششی که عضلات ما تحت تنش و فعال نباشن و فقط توی یه پوزیشن ثابت اون عضلات رو تحت تنش و کشش قرار بدیم تا بهترین ریکاوری رو داشته باشیم. چه حرکاتی؟ مثل کشش همسترینگ، مثل کشش عضلات چهار سر، کشش کمر، پهلو، عضلات لت، کشش بازو، شونه و سینه و حالا عضلات دیگه. سعی کنید گرم کردن و سرد کردنتون رو به هیچ وجه حذف نکنید و با توجه به نوع ورزش و شدت تمرینتون اون رو تنظیم بکنید. گرم کردن و سرد کردن جفتشون باید آروم و تدریجی باشن و اصلا عجله نکنید و با صبر انجام بدین تا بتونه اثرگذاری خوبی داشته باشه. خب رفقا، حالا دیگه میدونید گرم کردن و سرد کردن چیه و چرا اینقدر مهمه و چطوری باید بهترین نحوه اجراش رو داخل تمرین داشته باشید. این کارا نه فقط جلوی آسیبو میگیره بلکه باعث میشه عملکرد بهتری داشته باشی و عمر مفید ورزشیتون رو ببره بالاتر. اگه دوست داری موفق تر شی و سالم تر بمونی حتما این برنامه رو جدی بگیر و اجراش کن و اگه برات مفید بود منو سابسکرایب کن، لایک کن و کامنت برام بذار و هر سوالی داری ازم بپرس تا دونه دونه به سوالاتون جواب بدم و براش ویدیوهای کاملتری بسازم. خیلی مخلصم. ارادت.